سلام و درود بیکران بر شما. نه صبر کن. سلام بر اونایی که منو سابسکرایب میکنن و این ویدیو رو لایک میکنن. خواهشاً لایک کنید. من دارم زحمت میکشم. خب ویدیو جدید که امروز براتون آماده کردم اینه. من اومدم یه مپ ترسناکی به اسم اسکایگو یه همچین چیزی کایگو که خیلی ترسناک هست و امروز قرار تستش کنیم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. فقط خواهشاً بزن رون دکمه لایک. خب من با این وضع فکر کنم جر بخورم. خیلی ترسناکه، قیافش معلومه خیلی ترسناکه. خب تا لود بشه من ویدیو رو اسکیپ میکنم. خب بچه ها وارد مپ میشیم. حاجی خیلی ترسناکه. پیو آف میکنم چون میدونم یا ابوالفضل. بچه من ترس دارم میمیرم. از ترس دارم. الان میاد جلو صورتم. به خدا الان میاد جلو صورتم. خدا رو شکر نیومد. اینجا کجا؟ اینجا کجاست؟ چقدر عجیبه. این چیه؟ اینجا چیه؟ هرولم؟ فقط یه چیزی، خواهشاً این ویدیو رو لایک کن چون قراره امروز جر بخورم. شما هم قراره جر بخورین. فکر نکنین فقط منم که میترسم، چون شما هم قراره بترسین. خب بریم سراغ من. امیدوارم ترسناک نباشه. او چی؟ یه سگ؟ این سگ اینجا چیکار میکنه؟ خب همه سگه کاری نداره. یا ببین اصلا نترسیم. اصلا نترسیم. این سگه اینجا چیکار میکنه؟ قاعدتا یه چیزی باید اینجا باشه دیگه. خب یه چیزی برای نجات این بدبخت. ولش کن بریم آقا. من بسم الله الرحمن الرحیم. الان میاد جلو صورتم. Hello? Is anybody here? Hello? بچه الان میاد تو صورتم. من خیلی حاجی من از ترس دارم به خودم میلرزم. این نور بازی کم بیشتر.
حاجی خیلی ترسناکه مپش. به امید خدا. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، خدا شاهده اصلا من نمیخواستم این مپو بازی کنم. چرا اینجوریه این؟ آقا هر کی ترسیده بگه، لطفا تو کامنت ها بگی هر کی ترسیده. انگار قرار نیست از این طرف بریم. فکر کنم باید از اینجا بریم. ای بابا اینجوری اینه مثلا قراره چی بشه؟ یا ابوالفضل این چرا اینجوریه؟ آقا خیلی ترسناکه مپش، خیلی. باید بریم پایین. حاجی من میترسم بیاد تو صورتم. بذارین ویدیو رو اسکیپ کنم تا اینجاشو رد کنم. تا اینجاشو اومدم پارکور داشت. هیچ ازش بعید نیست که الان یه جامپ اسکر بده. یا ابوالفضل، یا خدا، یا خدا. الان پایین، الان اینجایی که من وایستادم. یا ابوالفضل، خب وقتی اینجوری جلومونه اصلا ترسناک نیست. پیککس آیرونیو که گرفت. پایینه. بزنم کجا؟ تموم شد؟ آجی هنوز این پایینه یا نه؟ وای الان جامپ اسکر. وای الان یه جامپ اسکر بهم میده. من میدونم الان یه جامپ اسکر، ولی میتونم از اینا استفاده کنم و بزنم. آره میتونم بزنم. حاجی من سوال دارم. الان این اینجاست درسته؟ الان باید یه جوری اون پیککس رو بگیرم که این متوجه نشه این یارو. اینی که اینجاست. این چرا اینجوریه؟ من میترسم. این چیه؟ اوکی شیلد خیلی به کارمون میاد. یکی بزنم اینجا. ببین من تو بدراک دارم بازی میکنم حقیقتا، ولی کلا همه چیزامو کردم شبیه جاوا.
اوکی یه شیپ میگیری. خب تموم. ببین میترسم و خیلی ترسناکه. باید بدون این که به مولا الان یه جامپ اسکر بهم میده. الان باید پیککس رو بردارم و قاعدت. فکر کنم گیرش بده حاجی. وای هیچی حاجی اونقدر ترسناک نیست، فقط اونجایی که جامپ اسکر میده. خب من یه سوال دارم، الان چجوریه که اونجا باز نمیشه؟ قاعدتا باید بریم اینجا دیگه. نه اینجا هم نمیشه رفت. بذاریم من اینجا رو رد کنم. وای خدا رو شکر. وای خدا رو شکر. ای وای چقدر بچه نمیدونم اون قسمتش ضبط شد یا نه. ممنون برای بازی کردن. نمیدونم اون قسمتش ضبط شد یا نه. لعنت به اون کسی که این بازی رو ساخته. ولی حاجی جای انیمیشن سازیش، قسمت های باحالش، ترور مپ، خب مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. نمیدونم اون قسمت جامپ اسکر آخری ضبط شد یا نه، ولی خودتون آخر ویدیو نگاه کنید و این ویدیو رو لایک، کانال من سابسکرایب کنید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر هم به این کانال کینگ دریم ام سی مراجعه کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.